الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرای عزیز و خیلی گرامی، پیش از آنی که همراه شما یک جای دعا کنیم، میخواستم همه شما را به این روزی سعید، به این روزی خیلی خوب تبریک و تهنیت گویم و از خداوند خواهان او هستم که خدای مهربان هر جمعه‌ای که شما ادا میکنید، در هر جمعه‌ای که شما حضور دارید، خداوند پاداش نماز جمعه را برای شما نصیب بگرداند و خداوند محبت این نماز جمعه را همیشه در دل شما نگه دارد. حبیب خدا فرمود: خواب عبد و خسر لم یجعل الله فی قلبه رحمتا للبشر. برادرای عزیز و گرامی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: ناامید شد و خار شد بنده، ناامید شد و خار شد، ذلیل شد بنده. کدام بنده؟ لم یجعل الله فی قلبه رحمتا للبشر. حبیب خدا گفت همون بنده خار شد، همون بنده ذلیل شد که پروردگار در دل او رحم برای بشریت نگذاشته باشد. انسانی که دلی بیرحم دارد، انسانی که دلی سخت دارد، انسانی که دلی پر از کینه و از حسد دارد، حبیب خدا گفت این بنده خار شد، این بنده ذلیل شد. اسعد الناس من له قلب عال و بدن صابر و قناعت فیما یده. حبیب خدا میگوید که با سعادت ترین انسان همون انسانی هست که دلی با رحم دارد، دلی مهربان دارد، دلسوز است و بدن صابر دارد و قناعت دارد در آن چیزی که خدا برای او نصیب است. من لا یرحم الناس لا یرحمه الله. این هم حدیث متفق علیه است. کسی که به مردم رحم نمی کند الله به او رحم ندارد. از پروردگار خواهان او هستیم که خداوند
دلهای ما را پر از رحم گرداند، از دلهای ما حسد و کینه و بدبینی و عداوت را خداوند دور بگرداند. خداوند تا جمعه آینده این جمعیت ما را باز صحت و سلامت نگه داره. عبادت هامان خدای مهربان قبول بگردانید. گذشتگان این جمعیت ما را خدایا رحمت و مغفرت بگردانید. بیماری ها را خدایا شفای کامل، مسافرها را خدایا صحت و سلامت به خاندانشان برسانی. آمین یا رب العالمین. برادرای عزیز و گرامی، در آغاز صحبت همه شما را با فرارسی این ماه مبارک که خیلی ماه مبارک است، خیلی ماه با فیض است، ماهی هست که خداوند هر بنده را که اگر به این ماه رساند معنای او را دارد که خدا در حق این بنده خیر می‌خواهد. هر انسان هم به این ماه نمی رسد. از این خاطر هر کدام ما اگر در این ماه حیات باشیم و این ماه را اگر با یک خوشی خرسندی اگر استقبال گیریم، خرسند شویم، پس معنای اون دارد که ما از آن چیزی که خداوند در این ماه گذاشته است همگیش انشاءالله برخوردار می شویم، می گیریم و زنده بودن ما، حیات ما در این ماه معنای خیر خواستن خدا در حق ماست. زیرا به خدا قسم برادر عزیز، شاید بعض شما کتابخوان هستین و شاید اکثریت از علم قرآن و حدیث دور باشین، لیکن تا اگر با چشم خود کتاب نخوانی و با ماهیت این ماه شناس نشوی به قدر این ماه نمیرسی. آن چیزی که در این شأن ماه رمضان آمده است، آن بزرگی ها و آن بهبودی ها و آن خیرهایی که در این ماه آمده است، قسم به نام پروردگار تا رمضان دیگر وصف کنی تا حال سخن کتاب انجام نمی آمد. اگر تا سال آینده تا رمضان دیگر اگر این قدر وصفی که در این ماه است اگر واعظا اگر دعوت کنند تا حال سخن کتاب انجام نمی آمد. خلاص خیلی خوبی های زیاد در این ماه مبارک است که خدا خواهد با قدر استطاعت، با قدر فهمیش، با قدر گنجایش ما در این ماه مبارک با شما صحبت ها میکنیم. از ماهیت این ماه، بزرگی این ماه شما را شناس میکنیم تا که خیلی شما در این ماه با دقت باشین، ساعتهای این ماه را برای خودتان غنیمت شمارین و در خاندان شما آن نفرهایی که حیات میبرند همگیش مثل شما از جمله روزداران باشد تا که همه این خیری که در این ماه است خدا برای شما نصیب کند. زیرا تا رمضان دیگر خدا داناست، ولا تدری نفسم ماذا تکسب غدا. خدا میگوید رمضان دیگر یک طرف تو نمیدانی که فردا مرده یا زنده ای، فردا را نمیدانی. به این خاطر یک ساعتش اگر خدا برای ما این ماه را اگر ما را رساند در این ماه برای ما خیلی گنج کلان، خیلی فایده کلان انشاءالله میرساند. برادر عزیز و گرامی، ما جمعه گذشته حضور نداشتیم، اگرچه وعده داشتیم که من برای شما درباره فضیلت نماز تهجد صحبت میکنم، زیرا که برادرها از ما بسیار خواهش کردند که ما نماز تهجد هم میخوانیم، لیکن چی بودن همین نماز تهجد، نماز شب نمیدانیم، میخوانیم چیزی که کمی که شنیدیم به همون عمل میکنیم، میخواهیم که مفصل تر شنویم تا که باز نمازهای شب برای ما با لذت تر شود. انشاءالله من خواستم همین جمعه از جمعه گذشته که آغاز میکردم، لیکن با سببی که ما سفر خدمتی داشتیم قریب
چند نفری را در خوجند و در تیستخوز و در مسچاه و در اشت در عینی وعده‌دار که بودیم، طی 8 روز طی دعوت‌های همونا بودیم. که الحمدلله که اگرچه خیلی خستگی و خیلی مشکلات‌های راه و از دینم که باشد، پاداشش از اون دیده بزرگتر است، اجرش از اون دیده بزرگتر است که آن پاداشی که خداوند در دعوت گذاشته است، در به گوش مردم رسانیدن سخن خدا رسانیده است. باور کن اگرچه ما در ماشین‌های ملایم و در سمالیات‌ها رفتیم، اگر پیاده که رویم حق ما می‌رود. به این خاطر خدا را شکر خیلی سفر مبارکم بود، سفر بخیرم بود، سفر پرثواب بود. بسیار چیزها را راستی بار اونجاها ما دیدیم و بسیارم در خودمان همین خیلی یک خواهشات پیدا شد که خداوند همون اخلاق حمیده ای که در همون جوانهای در خوجند دیدیم، خداوند در همین جوانهای ما الحال هست. من انشاءالله از جوانای این جمعیت و این شهر هیچ وقت نالا نیستیم. خدا را شکر که در جمعیت ما هم در شهر ما هم بهترین جوانها هستند، خوش اخلاق هستند، خوش رفتار هستند، به قدر اهل علم میرسند، مسجد دوست دارند. خدا را شکر خیلی بهبودی های زیاد هست. ما خیلی منتدار هستیم و همیشه دعاگو هم هستیم، لیکن به هر حال باز کمبودی هامون هم در برابرش وجود دارد و از خداوندم همون جا هم خواهان شدم که همون رفتارهای نرمی که و گفتارهای شیرینی که از جانب جوانهای اونها با اهل علم می شود، خدا همون طرز رفتار اونها را هم در فرزندای ما خدای مهربان نصیب کنه. خیلی معامله های خوش دارن، خیلی استقبال خوب دارن، بسیار اهل علم دوست می دارن، حرمت میکنن، تماما سخن سخت ندارن، دشنام و حقارت ندارن. خیلی چیزهای خوب گویم که دیدیم و آرزو کردیم که خداوند در ماها هست، لیکن باز بیشترش گرداند، زیادترش گرداند. در رایان اشت که یک مسجد کشادن، ما دعوت همون جمع داشتیم کشاده شوی مسجد. خیلی مهنت کلانی انجام دادن، قریب $1,000,000 در مسجد ساختن که خیلی مسجد آفرین به اون مسجد، اونقدر نقش و اونقدر مهنت هایی که در اون مسجد صرف شده است. در پهلوش باز تعمیر مدرسه رفته ایستاده است. مقصد بسیار خوبی های در پانغاز گفتگی همون دهه‌ای که در اشت است، همونجا همین مسجد آمد راست کرده است. خیلی زیبا، خیلی خوب که هر یک بیننده تا نبیند او را وصف کردن می شود. خدا را شکر خیلی در مرکز خوجندم آزمون قاری ها بود که جناب مفتی هم اشتراک داشتند و دیگر علما ها هم حضور داشتند که در مسجد در مرکز، در همون مسجد پنجشنبگی میگن، همونجا گویم که آزمون قاری ها شیر، یعنی مسابقه قاری ها شیر. اگه باز همونجا هم به نام خدا وقتی قاری ها را دیدیم تلاوت میکنن، وقتی که همون سرمایه دارها و پولدارها برای قاری ها مکافات جدا میکنن، جای یکم مثال فلان چیز داده شود، جای دویم فلان چیز داده شود. همینش هم در دل ما آرزو کردیم که انشاءالله روز از روزا اونها هم در همین مسجدهای ما آزمون قاری می شود. ما انشاءالله در پی هم هستیم که از تمام جمهوری آمده در اینجا هم آزمون قاری ها شود که تا که مردم ما به قاری ها شناس شوند، مهنت قاری ها را قدر کنند که در اونجا بچه های 8 ساله 7 ساله البته قاری این گویم حافظ کل قرآن هست. یکی از بچه ها از لنینگراد روس بود، از سرگی سیوم جورا در کلی حفظ قرآن گرفتند. سرگی از لنینگراد در همین جامعه 8 ساله بچه حافظ کلی قرآن
جای سیوم گرفتن در بین همه. راستی بار به نام خدا خیلی جای تأسف که یک گویم مردی که از قرآن چندین هزار کیلومتر دور در 8 سالگی آمده حافظ قرآن می شود و بچه های ما و شما تا حال نمیفهمند حفظ قرآن چیست، حافظ قرآن چیست. این خیلی جای تأسف هم هست که یک بچه 8 ساله از لنینگراد بیاید جای سیوم در حفظ قرآن، کل قرآن حفظ. این چیزا هم در اونجا مشاهده کردیم، خیلی لذت بردیم و از خداوند دعا کردیم که دعای مسافر قبول می شود، که خداوند در فرزندهای ما هم همچنان حافظای قرآن زیاد گرداند تا که خانه های ما، شهرهای ما نورانی شود. خلاص از همه مردم، چه از مسجا برادرها در مسجا هم بودیم، برادرای مسجاهی، برادرای قیستقوز و برادرای خوجند و برادرای اشت و برادرای عینی درگی که رفته بودم، همون برادرها همگیش به قومهاتون، به مردم شهرتون سلام ما را رسانید گفتن. این سلام همه اونها به شما و سلام ما به اونها و خداوند همیشه دوستی و رفت و آمد و همبستگی را خدا بین ما و بین همه برادرها خداوند مستحکم نگه دارد. آیتی که در اول خواندم برادرای عزیز و گرامی از سوره مبارکه بقره بود. اکنون خدا خواهد من این سوره را برای شما تحلیل میکنم. اینجا یک 3-4 سوالی تعجیلی آمده است، جواب میگویم. بعدا خدا خواهد یگان 2-3 جمعه در اطراف همین ماه مبارک من با شما صحبت میکنم. بعدا در باب نماز تهجد خدا خواهد صحبت من آغاز میکنیم. اگرچه دیرم که شود این ماه کن ماهی هست که برادران ما به ماه مبارک شناس کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. پروردگار از بالای 7 طبقه آسمان برای آن کسانی که ایمان آوردند به بزرگی پروردگارشان، ایمان دارند به هستی پروردگارشان، به اونها خطاب میکند، به اونها ندا میکند، به اونها سفارش میدهد. ای کسانی که ایمان بر من دارین، ای کسانی که در هستی من باوری دارین. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کتب به معنای فرض گردانیده شد. این یک ماه مبارک رمضان بر ذمه شما همچنان که فرض گردانیده بودیم این ماه را بر امتهایی که در پیش حیات داشتند. الله میگوید همون امتهایی که از دوره های حضرت آدم علیه السلام تا دوره محمد صلی الله علیه و سلم زندگی داشتند، پیغمبرها داشتند، حیات داشتند و ذمه اونها هم ما این ماه مبارک فرض گردانیده بودیم. همچنان ای امتان اسلام، ای پیروان قرآن، ای پیروان محمد صلی الله علیه و سلم، خدا میگوید به شما هم ما این ماه مبارک فرض گردانیدیم. فرض گردانیدیم. پس وقتی که این ماه مبارک به ذمه ما که فرض باشد چنانه که به امتهای پیشین بود، پس کسی که اگر از این فرض پروردگار روی میگرداند در پیشگاه پروردگار گناهگار می شود. کسی این کار میکند از دین بیگانه می شود. کسی تنبلی میکند، اهمیت نمیدهد، پیشگاه خدا را برای نگرفتن این روز، برای نگرفتن این ماه گناهگار و در خجالت میماند. لعلکم تتقون. پروردگار گفت این ماه مبارک ما برای شما
فرض گردانیدیم شاید که شما در این یک ماه مبارک عادت کنین و انسانهای با تقوا شوین. پروردگار میگه شاید که در این یک ماه مبارک شما عادت کنین بر غلبه بالای نفستان و شما از جمله کسانی با تقوا باشید. تقوا چی نقشی بزرگ در اسلام می‌بازد؟ خداوند در قرآن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، آن کسی در پیش ما شرف و عزت دارد که با تقواست. خداوند میگوید این ماه مبارک ما برای شما فرض گردانیدیم شاید که شما از جمله شخصان با تقوا شوید. برادر عزیز و گرامی، تقوا چیست؟ تقوا این خدا ترسی است، تقوا این پرهیزکاری است. شاید که شما این ماه مبارک سبب شود و شما ناسکشی را پرتایید، شما سیگارت کشی را پرتایید، شما غیبت کردن را ترک سازید، شما دلازاری را ترک سازید، شما خیانتی در حق یک برادر مسلمان را ترک سازید. شاید تقوا کنید، شاید از اینا شما پرهیز کنید. این یک ماه مبارک برای شما همچنان برکات آرد که از این کارهای بد شما دور می‌کنید. برادر عزیز و گرامی، این جمعه های ما هم که اکثر مسجدها برادرای اشتراک دارند که در برابر نماز خواندن به بعض گناه ها هم دست میزنند. خداوند میگوید مراد از این ماه مبارک آوردن هم همین است که شما را شاید که از کارهای بد باز دارد. شاید که شما در این ماه مبارک آدمای با تقوا و پرهیزکار شوین و از هر گونه گناه ها شما دوری کنید. برادر عزیز و گرامی، یکم سپتامبر روز درآمد ماه مبارک است. ما روزدار هستیم. در این اول ماه مبارک برادرایی که دستی به سودا میزنید، یک ماه ترحم است، ماه غمخواری است، ماه خیر احسان است. اگر ما در برابر این ماه در آمدن تا جایی که میدانیم که سوداها ما خیلی در جوش می شود، خیلی گویم خریدارای زیاد پیدا میکنیم، اگر ما از این فرصت استفاده بریم و گویم که این ماه درآمد است و اگر یک چیزی که حاضر 10 سو می رود رمضان در 15 سو کنیم، این از روی انصاف نیست. برادر عزیز، در ماه مبارک شما فراموش نکنید در تمام دنیای اسلام در مالهاشان دیگر فایده شان نمیگذارند، فایده ها را در ماه مبارک مینوس میکنند، طرح میکنند، نمیمانند. به خاطر ماه مبارک، به خاطر در ماه مبارک برای یک برادر مسلمان من یاردم شود، فایده شود، اونا اینها را از فایده های خودشان خط میزنند و بعد یک ماه مبارک باز همون سودای اولشون جاری میکنند. به این خاطر دادر است ما نمیگویم که شما به ضرر سودای خودتان کار کنید، به ضرر جان خودتان کار کنید، فقط ترحم کنید، فقط کوشش کنید که مالهاتان قیمتی که 5 به دست می آمد 1 به دست بیاید. بس از به خاطر ماه مبارک 4 همون گذر، الله برای تو هم مکافات ماه مبارک میدهد، هم غمخواری برادر مسلمان میدهد، هم پاداش ماه مبارک برای تو نصیب می‌کند. اگر ما و شما اگر این ماه را حرمت همون گوییم که خود معنای حرمت این ماه هم همین است که ما در ماه مبارک با یکدیگر غمخوار باشیم. نسبت یک برادر مسلمان من در این ماه‌های مبارک به شفقتی و به مهری و به رحمی را هیچ وقت روا نبینیم. انشاءالله این نشانه اوست که ماها ماهیت این ماه مبارک فهمیدیم. انشاءالله مردم ولی بینید زن و مرد وقتی که شما این معامله را میکنین با همین معاملتون شما هزارهای دیگر را در دین جلب میکنین. میگید ببینید چگونه یک دین خوبی هست، چگونه یک ماه مبارکی هست که تمام مردم از دلش ملایم کرده است، با یکدیگر اینقدر مهربان شدند. مردم غم یکدیگر میخورد، از فایده هاشون حتی گذشتند غمخواری یکدیگر. این بسیار تأثیر کلان دارد. به این خاطر برادر عزیز
این سخنی هست که ما برای تو همچه یک برادر شما، همچه یک گویم مسئولی که در کتاب ها میبینیم به خاطر ثواب به گوش شما میرسانیم. اگر کنین خوش به حالتان، نکردینم این ماه میگذرد میرود، یک ماه آنقدری نیست. الحال ماه ندر آمده من با شما صحبت دارم، روز از روزها حیاتمان باقی باشد، همینجا با پناه به خدای به ماه میکنیم، میگیم فلان روز عید است. بسیار درو به نام خدا گذر میکنند. لیکن انسانی که هر یک ساعتی را فرصت غنیمت میداند و هر چیزی که میشنود عملی میکند، خوش به حالش، خوش به حالش. بگذار تو در یک ماه 1000 سامان فایده ببینی، بگذار تو در یک ماه 2000 سامان فایده ببینی، لیکن آن فایده ای که در این ماه هست او را تو به 2000 خریدن میتونی، تو را به 1000 سامان هم خریدن میتونی. آن بزرگی ها، آن گویم که اجرهایی که در این ماه خدا برای آدمای روزدار داده است. ببینید یک آدمی روزدار، یک آدمی روزدار، حبیب خدا میگوید وقتی شما روزش هم میشکایین، خداوند برابر همون روزه که او چی ثوابی داشت برای یک آدمی روزه شکای، خداوند پاداشی همون ثوابی که او میگیرد در نامه اعمال تو می نویسد. یک آدمی روزه دارد، تو یک خیمه میتی میگه همین قدری روزه تا کشا، انا که ببین تا بگه چی مقدار ثواب گرفت، اینا حساب کنیم 5000 ثواب گرفت. خداوند 5000 ثوابی که به او داد برابر ثوابی او را به یک دانه خرما در نامه اعمال تو می نویسد. به خاطر تو یک روزدار روزش شکاییدی، یک روزدار تو کمک کردی. تو برادر عزیز اگر مثال این توصیه های ما برای تو معقول باشد، همون فایده می شود. حتی تو اگر در دستش هم که دی بگوی این فایده من بود، اینش گرفته با در یک کارا که دیگه صرف کن به نام خدا، 1 به 700 از در ماه رمضان، 1 به 700 هر چیزی که میکنید 1 به 700 از 700 هم زاید خداوند در نامه اعمال شما ثواب می‌نویسد. انشاءالله منال از جمعه های آینده در باب فضیلت این ماه چه بزرگی ها دارد، چه مقدار پاداش ها دارد، باز مفصل تر اگر خدا برای ما حیات دهد من برای شما معین میکنم، من برای شما بیان میکنم. حدیثی که من در خطبه خواندم، حبیب خدا میگوید اذا جاء رمضان، وقتی این ماه مبارک می آید، وقتی که ماه مبارک در آمد، فتحت ابواب الجنه، همون جنتی که چند جمعه ما در وصف او برای شما از آیات قرآن و احادیث های رسول اکرم صحبت داشتم. همون 8 در جنت در ماه مبارک رمضان اصلا پوشیده نمی شود، همیشه گشاده است. معنای گشاده بودنی درهای جنت معنای او را دارد که هر برادر ما که در این ماه مبارک این دنیا را پدرود میگوید او وارد جنت می شود. این بهترین بشارتی است که از جانب خداوند و رسول برای بندگان روزدار است. درهای جنت برای تو گشاده است، خداوند تو را به حساب وارد جنتش میگرداند به خاطر ماه مبارک رمضان. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار. خداوند میگوید درهای عذاب 7 در دوزخ همگیش بستگی. در ماه رمضان درهای دوزخ گشاده نیستند. مثلا این درهای دوزخ ما بالای شما ای مردم روزدار بسته گردانیدیم و درهای جنت برای وارد شدن جنت برای شما گشاده نگه داریم. و صفدت الشیاطین، این شیطانی که امروز هر روز شما را وسواس میکند، هر روز شما را از راه درست در راه نادرست میبرد، این شیطان ها را همگی شما زنجیر بند میکنید. خدا میگوید هیچ شیطان های جنی هیچ کدامش عمل کننده نیستند، همگیش بسته شدند در ماه مبارک رمضان. برادر عزیز، درهای جنت گشاده، درهای دوزخ بسته. شیطانی که بیراه کننده انسان، دشمن انسان است، خدا همگیش از زنجیر پیچ میکند تا روز عید ما و شما خواندن اینا بسته شدند، اینا را نمیکشاید.
تا که در بین بندگان خدا اغوا اندازند، در بین بندگان خدا فتنه اندازند، بنده های خدا را از این ثواب ماه مبارک محروم سازند. پیش از آنه که این ماه مبارک در ما و شما یک کمبود دیگر است. ما در پهلوی یکدیگر نشستیم، با یکدیگر ملالیم، با یکدیگر قهری هستیم. بعضی ها مکتوبان ایساندن که ما با ملا امام قهری هستیم، از پس اون نماز خوانیم و نخوانیم. ببین تا چه حد کار ما و شما آمد است که تا با ملا امام ما قهری هستیم، از پس اون نماز خوانیم و نخوانیم. روایت بخاری است، روایت ابو داود است. حبیب خدا میگوید لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق ثلاث. حبیب خدا میگوید حلال نیست برای تو ای مسلمان با یک برادر مسلمانت از 3 روز دیده زیاد تو اگر ملالی داشته باشی، تو قهرگی داشته باشی، تو غضب داشته باشی، تا 3 روز خدا تو را مغفرتت میکند، خداوند تو را عتاب نمیکند، عذاب نمیکند. لیکن فمن هجر اخاه فوق 3، حبیب خدا میگه وقتی که اگر قهرگی تو از 3 روز زیاد دوام کرد، حتی در ماه رمضان تو قهری هستی، فما تدخل النار. حبیب خدا گفت خدا بر روزه تو احتیاج ندارد، خداوند به تراویح تو احتیاج ندارد، خداوند به مسجد آمدن تو احتیاج ندارد، زیرا که تو در همین حالت قهرگی از دنیا گذشتی. حبیب خدا گفت دخل النار، درهای دوزخ منتظر توست. برادر عزیز و گرامی، پیش از ماه مبارک کینه ها را از دل دور کنید، حسدا را از دل دور کنید، ملالی که داشته باشین بگذار. بعض شخص آنقدر ملال و ناخوبی هست که دست دراز میکنی با تو سلام نمیکنه. من احتیاجی سلام تو نیستم. برادر عزیز، به نام خدا وجود تو، شکم تو پر از شیطان است. تو را یگانه شیطان است که تو را نمیگذارد دست در دست برادرت گذاری. یگانه وسواس شیطان است که تو را نمیگذارد که تو با برادرت آشتی کنی و با او در نزد در لب یک طبق نشسته باشی. این شیطان است که تو را بیراه کرده. این کبر فردا. از ماه مبارک میخواهی که چیزی برخوردار شوی، میخواهی که آن پاداش هایی که در این ماه هست، برادر عزیز آدم شو، مسلمان شو. مشو ملا و صوفی شیخ کنعان، مشو ملا و صوفی شیخ کنعان، مسلمان شو، مسلمان شو، مسلمان شو. برادر عزیز، دیگر مسئله که ما و شما را در ماه مبارک شاید ناراحت کند این است که بسیاری برادرای ما تا ماه رمضان مسجد نآمدند، نماز هم نخواندند. همین ماه مبارک رمضان که شد، بعد میبینی مثال به مسجد می آید، در پهلوی ما و شما نماز میخواند. این معنای را ندارد که ما اونها را تحقیر کنیم، اونها را طعنه زنیم که تو 11 ماه کافر بودی و اکو 1 ماه مسلمان میشه، یا تو مسلمانی سیزانی که بچه هم تا میگن. همین ها را باید ما نگوییم. بگذار بیاید، بگذار مسجد آید، بگذار این برکات ماه مبارک است. وقتی آمد 1 ماه اگر همون داملایی که در همون مسجد است 1 ماه اگر صحبت شود، انشاءالله از خداوند امید است که دل همون آدم ملایم می شود. همون آدم هم از راهی که اختیار کرده بود بیزار می شود، دائمی و پایبند مسجد می شود. او دائما دیگر انشاءالله نمازاش ترک نمی کند. فقط ما با سخن خوب، برادر عزیز، کس نمی داند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق، کسی نمی داند برادر عزیز. و این خاطر ما به کافر، به خاری سوی کافر هم مبینی. مولوی میگوید به خاری سوی کافر هم مبینی، مبادای فروزت شمع دینی. چی میدانی که آینده او چی است؟ چی میدانی خاتمه کاری تو چی است؟ چی میدانی خاتمه کاری وی چی است؟ این کسی نمیداند. به این خاطر ما طعنه نمیکنیم،
ما گوییم که اونها را از مسجد پیش نمیکنیم، اونها را سخنهای قبیح نمیگوییم، بلکه میگیم برادر عزیز خوش به حالت، دیر نه آمدی، بر وقت آمدی، خوب آمدی، ماه مبارک برای تو مبارک شود، خدا از ماه مبارک تو را بهره‌ور گرداند. گفته در حقش دعا میکنیم، در پهلوک ما نماز میخواند. این است آداب ماه مبارک. اینش هم برادر عزیز و گرامی فراموش کنید. من لم یدع قول الضر والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. روایت بخاری است. حبیب خدا میگوید کسی که در ماه مبارک اگر به شوخی هم که دروغ گوید، اگر به شوخی دروغ گفتن که این خودش گناه است، به شوخی گفتن دروغ هم گناه است. من لم یدع قول الضر والعمل به، یا انسانی که با سخنهای فحش و فاحشه، دشنامهای قبیح در زبانش میراند، حبیب خدا گفتن که پروردگار حاجت ندارد این که تو خواه می نوشی، خواه می خوری، الله به این روزه تو حاجت ندارد. ببینید 5 چیز گفتن روزه را میشکند. 5 چیز. 5 یفترن صائما. 5 چیز روزه را میشکستند. اینا چی بوده اند؟ دروغ بوده است، غیبت بوده است، سخنچینی بوده است، قسم دروغ بوده است و خیانت بوده است. 5 چیز روزه های شما را میشکند. ببینید شما دهناتان خوش، شکماتان گرسنه، لیکن غیبت میکنین، دشنام میکنین، سخنچینی میکنین، الکه شما از ثواب روزه چی هستید؟ محروم است. به شما ثواب روزه نه، بلکه به شما مشقت تشنگی و گرسنگی باقی است. خلاص بسیاری برادرها در ماه مبارک بعدا وقتاشون که مثال خالگی است، بعد خرطه بازی را میگیرن، ای وقت بگذرانیم، یا یک کینا را میبانن، یک کینای بی معنی که مثال وجود او را، خواهر او را، اولاد او را بدبخت میکنه، همون کینا قدی 3 ساعت 5 ساعت در بیخ همون تلویزیون صرف میکنه. برادر عزیز با این قدم نزن. من پیشکی به نام خدا گفتم، ولی من که صحبتام دوام دارد اگر حیاتم باشه، لیکن پیشکی میگم که تو از ماه مبارک بهره نمیگیری. آن چیزی که من تو را نهی میکنم، این نهی کرده خدا و رسول است. شما وقتای خالگی تانه به قرآن خوانی گذرانید. یه روز من در یک معرکه هم قید کردم، برادر عزیز عیب است باور کن، شرم است به شما که قرآن خواندن نمیتونید. عیب است، خیلی جای تأسف است، شرم است به نام خدا. تو جوان مرد نیستی. تو وقت قرآنی که رحمت برای عالمیان آمده است، رحمت برای عالمیان است، خوانندش روز قیامت شفاعت میکند. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. حبیب خدا میگن انا همین ماه مبارک، انا همین قرآنی که امروز در خاندان هر کدام تو هست، اینا روز قیامت از پشت شما پیشگاه خدا را برآمد میکنند. اینا شما را طلب شفاعت میکنند. حیف به آن کسی که این خوانده نمیتونه، حیف به نام خدا. حبیب خدا اکثری روز در ماه مبارک به قرآن خواندن میگذرانید. در ماه مبارک قرآن زیاد میخواند نسبت دیگر ماه ها. حد اقل صاحبای کتاب میگن که در یک ماه 3 بار باید ختم شود. حد اقل 3 دهه است، دهه اول، دهه بین، دهه آخر، باید همین قرآن 3 بار در 3 دهه بنده های خدا باید که اینا چکار کنن؟ باید ختم کنن تا آخرش خوانده رویم. لیکن افسوس، افسوس، افسوس که سخن خدا و رسول از جا میماند و ما کاری خود ما نمیکنیم. ما وقتا ما فقط در گویم قرطبازی و در تلویزیون تماشا کنی و در خد کوچه نشستن میگذرانیم. یک کس هم پرسید روزادار، هر روزادار تمام فکر میکنی که اون چیزی که اون مهنتی که برادر میکنه شب و روز قرآن میخواند، فکر میکنی تو ثوابی باید میگیری؟ نمیگیری. دادرایی که قرآن خوان نیستین، از برای خدا، از برای رسول الله، به خاطر همین ماه مبارک قرآن بگیرید، تعلیم بگیرید. حداقل شما خواندن یعنی ختم کردم نتونین، اقلا قرآن خوان شوید.
چگونه که بعضی برادرای ما 60 تا 70 در رفتن ریش ندارن، نگه حج میریم ریش میمونیم میاییم. یعنی یک عهده‌داری میگیرن. شما هم یک عهده‌داری گیرین در همین ماه مبارک اقلا قرآن خوان شوین، حرف شناس شوین، قرآن خوانین، در حق جان خودتان، اولاد اجدادتان بخشین، ان شاء الله در پیشگاه خدا ثواب میگیرید. این از موضوعهایی که ما و شما ان شاء الله در این ماه داریم. خدا خواهد من برای شما مفصل‌تر جمعه آینده بیان میکنم. لیکن از همین روز اعتبارا برادر عزیز پای قرآن خوان میشوید که قرآن خواندن چی مرتبه دارد، چی فضیلت دارد. خدا خواهد من همین جمعه گذشته از اول از همین آغاز میکنم. شهر رمضان انزل فیه القرآن. خدا بیان میکنند ماه مبارک ماهی است که در همین ماه مبارک انا همین قرآن نزول کرده است، همین قرآن نازل شده است در ماه مبارک، در شب 27 شب قدر. و این خاطر شما ان شاء الله قرآن خوان شوید برادر عزیز. قرآن خوانی جوانمردی است. هر کدامید که ذره قوت دارید پیش همون برادرای اهل علم رفته، پیش همون محله ها تانده، کسی قرآن خوانه رفته قرآن خوانی کنید. السلام علیکم ناملای عزیز. دندان کندن درست است یا نه؟ برادرها در بیرون به من سوال دادن، دو سه سوال که تعجیلا جواب گوید. دندان کردن در ماه رمضان ضرورت باشد درست است، یعنی ضرورت باشد درست است، به ضرورت البته جایز نیست. لیکن دندان هم که کندیم همون یگان اگر خونش در حلقان رود یا همون آبی که در دهان میزنن یا اوکلی که در همون بیت که دندان میکنن، اگر آبی همونا یک جایش و تو فرو بری میشکند، لیکن فرو نبری دندانت کندن کدی روزت نمیشکند. خب برای زن قامت و اذان هست یا نه؟ برای زن نه قامت است نه قامت گفتنی در نماز است نه اذان. زنها به قامت و به اذان میخوانند. کشادن روزه به آب خوب است یا به خرما؟ به هر دوش خوب است. در حدیث ها خرما آمده است، خرما نباشد آب. کدامی از اینها باشد مرحمت شما روزه هاتون شکایین درست. صدقه فطر چی مقدار است؟ صدقه فطر امسال 3 سامانی معین کردن، سر هر نفری 3 سامان. شما از خاندانتون صدقه فطر میکنید. زکات 10,000 سامان. از 10,000 سامان کدامید که دارین 250 سامان یا $3,000. کدامید $3,000 داری از $3,000 $75 زکات میدید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. بابای حاجی میرزا با شما یک چند سوال داریم. بعضی کسها بحث میکنن که اگر صورتگیری ممکن نباشد چرا خود حاجی میرزا سختگیری نمیکند که صورت مرا در ثبت‌های کسیتوی نبردارید، یعنی صورت خود شما را در این مسئله ما را بفهمونید. ما درباره صورت زمانهای گپ میزدیم کلی صورت ما در هیچ جا نبود. اگر شما گوش کرده باشین، گوش نکرده در عزیز، ما زمانهای گپ میزدیم در اطراف صورت که ولی ما را صورت ما در هیچ جا هم نبود. اگر چند که نمیجازید صدا آدم صورت گرفته سعی خیلی کنم همین برادر، همینا را من گفتم صورت ما بگیرید یا فکر میکنین که من راضی ام در صورت گرفتن همینا؟ ما راضی نیستیم برادر، راضی نیستیم. به این خاطر صورتگیری جایز نیست مگر از روی ضرورت باشد درست است. ولی امروز برادر عزیز فقه معاصر، فقه حاضر زمان آمده است که صورتگیری درست است. از صورتگیری را درست است در فقه آمده است از شیخ‌های عرب گویم صورتگیری را جایز گفته‌اند، فقط صورت کشی را نادرست گفته‌اند. یعنی کسی به دستش صورت آدم میکشد اینش میگه نادرست، این صورتگیری با فوتوگرافش درست است. با این خاطر در کار شد فقه معاصر را برای تو دلیل میاریم درستش میکنیم با. لیکن ما گفتیم درست است از اول. تا کم تر کتابا رو اول نظر کن. در شب مستحب طهارت کرده خواب روی ممکن است که در نماز بامداد طهارت دست رو کنید. درست است. شب اگر شما با طهارت خواب کنین، سحر حاجت خانه نروین،
سحر دست رو کنید درسته، نمازتون خونید. فقط البته مستحب در حالت میشد که از پیش و پس چیزی خارج شود، چیزی که خارج نشد پس دست رو میکنین خواندن میگیرین نمازتون. خب سوم، نماز خفتن را در مسجد محله ما 1 ساعت بعد از نماز شام میخونند. بعضی وقتا 55 دقیقه. ما نماز خفتن رو باز در خانه خوانیم، زیرا 1.5 ساعت نشده میخوانند. در حق ما دعا کنید. خب یعنی حد اقل ما گفتیم 1 ساعت. اگر چند امروز فتوای مفتیات است 1.5 ساعت. 1.5 ساعت بعد شام باید که خفتن خوانده شود. اگر این قرار اجرا میشد، این قانون اجرا میشد بسیار خوب بود. لیکن اگر اجراش هم که نکردین، اما حد اقلش 1 ساعت پس از شام خوانین درست میشود. آیا ممکن است که ما همه نمازها را، یعنی فرض و سنت و واجب بلند بخوانیم؟ نمازی که نمازخوان‌هایی که نو نمازخوان میشوند از ما یاد گیرند. یعنی نمازهایی که 5 وقتی که امروز ما و شما میخوانیم، همون عباره های مختصرم و المنفرد و خویرت این ادعا میگویند. آدم تنها گذار اختیار داره، یعنی آدمی که خودش تنها خواند اختیار داره، بلند میخونه پس میخونه، کار او. این بلند خواندن در شرح الوقایه هم میگذرد که خاصه جماعت است. یعنی جماعت دا فقط بلند و پس اعتبار داده می شود که نماز بامداد بلند خوانده شود، نماز شام بلند خوانده شود، خفتن بلند خوانده شود. این خاصه فقط برای امام است و قوم. برای آدم تنهاگذار در خانه بلند میخوانی پس میخوانی، او اختیار داری. تو کدام نمازش هم میخوای بلند بخوان، کدامش هم میخوای پس خوندن بگی. درست است این چیز بلند. داملای عزیز و گرامی حاجی میرزا، از شما خواهش داریم با این سوال ما تعجیلا پاسخ دهید. در محله ما کوچه کیرف مرد زندگی میکند که 5 وقت نماز را در مسجد با جماعت میخواند و نماز جمعه نیز میرود. اما با ضمن این بار سوم است که با زنهای مردم علی خصوص رفیق نزدیک خود زنا میکند. علاکه 3 خانه مسلمان را حرام کرده است و آن زنها را خانه ویران کرد و آنها همچون دیوس زندگی دارد. و تقدیر این عائله ها در دنیا و آخرت چی خواهد شد و حکم این مرد دیوس چیست؟ آیا نمازهای او به یگان به او منفعت دارد یا نه؟ حکم او از روی قرآن و حدیث چیست؟ التماس مفصل جواب گویید و شما عمر دراز خواهان هستید. برای من گفتم که در ما و شما نمازخوان‌هایی هستند که در برابر نماز زنا میکنند، عرق مینوشند، دزدی میکنند، هر چی که خواهند در برابر نماز کردن میگن. این برادرم سوال دادن که در کوچه کیرف که شخص زندگی داشته است که 3 خانه هست که زنا میکند، 3 خانه هست که ویران میکند. اون بیچاره که البته صاحب فرزندند، دیگر علاج ندارند، با همون زنها زندگی دارند. حال این انسان چی میشه؟ امام غزالی در کتاب مکاشفت القلوب در باب امر معروف و نهی از منکر قصه یوشع ابن نون میارد. پیغمبر بود، میگوید با یوشع خداوند خطاب کرد که اینی مهلک من قومک 40,000 من خیارهم و 60,000 من شرارهم. اگه یوشع این پیغمبر بود، خدا با اون ندا کرد که ای یوشع تو همگی 100,000 قوم داری، 100,000 قوم، 100,000 نفر داشته است. الله گفت که 40,000 همین آدمای خوبند، لیکن 60,000 همین آدمان ناخوبند. الله گفت که اینی مهلکون، من همش گفت نابود میکنم. هم 40,000 خوبه، هم 60,000 خوبه. ای یوشع همگیش نابود میکنیم، همش هلاک میکنیم. حضرت یوشع حیرت ماندن، گفتن هؤلاء الاخیار هؤلاء الاشرار فما بال الاخیار. ای پروردگار، همین 60,000ش که بدبخت و زیناکار است، همین 60,000ش نابود کن.
اوی 40,000ش اهل علمن، اهل مسجدن، خدا ترسن، اینا را چرا هلاک میکنی؟ الله گفت لم یغضبوا بغضبی و واکلوه و شاربوه. گفت این 40,000 را به خاطر آن هلاک میکنم که این نفرهایی که زنا میکنن، خیانت میکنن، کارهای نادرست میکنن، این 40,000 پیش راه اینها را نمیگیرن، با اونها همنشینن، غضبناک نمیشوند، قطعیشان مراسا دارن، قطعیشان سلام علیک دارن، یک جا در یک خانه با گفتگو دارن. ببینید من که پروردگار هستم از عمل اینا غضبناک شدم، لیکن این آدمای خوب غضبناک نمیشوند، به خاطر که اینها هم که در عمل بد اونها راضی اند، به خاطر این اول این 40,000 نابود میکنیم. برادر عزیز و گرامی، اگر همون یک قومی که در همون کوچه کیرف است، همه شما که وقتی که پیش راه همین یک انسان گرفته نتانید و در دورهای پیش یک آدم دزدی میکرد یا یک کاری نادرست میکرد، وکیل و داملا و همه کسا جمع میشدن محاکمش میکردن، در بین مردم جمعش میکردن، در بین مردم میبراوردن، گپش میدادن این چی عمل است که تو دست میزنی؟ یک بار شد، مقصد یک کاری هست که ممکن است هر کس سر زند، و 2 بار شد، 3 بار شد، و این چی کار هست؟ برادرای عزیز و گرامی، او شیخ سعدی میگو که چونین گفت زال با رستم گرد، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. دیدیم که آب یک جویکی خورد، چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد. ببینید آلی آیسا میگه یک نفر ای اهمیتش نمیتین، آلی چند کس میشوند همون محله را همه شر رسوا میکنند. این بدبختی این انسان زیناکار با در چند انسان دیگه تاثیر میکنه. شما تصور کنید که یک خانه که 6 کودک و 7 کودک دارد، این بدبخت ناکس وقتی همون خانه را که حرام میکند، فرزندا به تربیت، پدر دیگه با مادر خوب نیست، دیگه تا آخر اینا با یکدیگر قهری، ای بیچاره شاید شرایطی دیگر خانه نداشته باشد، شرایطی در دیگر جا حیات نداشته باشد. ببینید قریب سر 10-12 آدم در یک عائله، اگر 3 عائله ممکن 20 نفر باشد، 20 نفر یک آدم پرازیت در هم محله همه را سرگردان کرده است. اما محله چی؟ دور ایستاده و نگاه میکنند. نه برادر عزیز، شما هم چاره ببینید. شما روید او را در خانهش نانش نخورین، در خانهاتون نان آب کردین، در خانهاتون در آب نانتون راهش ندین. مسجد که آمد و از اون پاکر که مسجد جوابش دین رود، خیلی آدم برای مسجد لازم نیست. دورای پیش در برای چی آدم ها را مثل کوری و جدا میکردن کتاب که عبرت گیرد؟ برای چی پیغمبر خدا گفتن والله تهجر الا فی البیت؟ وقتی که زنت اطاعت نکرد، وقتی معاملای خوب میکنی زنت گوش کی نکرد، جاگت از تنش جدا کن. مثلا در هم یک خانه خواب، جاگت تو در او کنج خانه و در این کنج خانه زنک خواب کنه. وقتی جدا که ایستادین ممکن همون زن عبرت گیرد که خیلی عملهای ناخوب کردم و مرده کنه فارید، جاگش از خانه من جدا کرد. شما هم این انسان که آدم ناخوب است جداش کنه، این ده حق دارین شما. این چه جمعه خانی است؟ این چه 5 وقته نماز رفتن است که باز 3 خانه را در یک محله حرام میکنید؟ این حکم قرآن و حدیث است برادر عزیز. لیکن در این مسئله هم نسبت زنهاتون هم سختگیری داشته باشید. آزی قانون در برند زنان میگه من راضی بودم، تمام میگه برین جواب. برای شما نسبت زنهاتون هم توجه داشته باشید. ولی بسیار مردم ما که مردم مهمان نوازه، بعد یک یار رفیق مون که آمد بعد چیکار میکنیم؟ بعد زنک هم میگیم بگی خدمت کردم بگی. پیش همون یار رفیق مونده، بعد زنکامون خدمت میکنن. بعد خمراز شیدن که میگیرد، خواهی نخواهی و نگاش میکند، خواهی نخواهی چشم در چشم همون میزند. خب 1000 فکر 1000 خیال در دل زنک در دل همون گویم مهمان میگذره. این رفیقش میگد. آدمی را که مثال خانه‌اش ویران کرده رفیقش است. اینا ما شمال یک سادگی دیگه داریم. خیلی خدمم که نباشم برادر عزیز خانم هست که برم مهمان شه. آخی مهمان نوازی نیست دادر عزیز.
و ما از این خیلی رفیق بیزاریم به نام خدا که من خودم نباشم در خانه من رفته مهمانی کنم. این ممکن نیست. حبیب خدا نمیدانست که وقتی که شما با یک زنی بیگانه که باشین سیوم شما شیطان است. برادر عزیز و گرامی، این سادگی ها را پرتویم. ما مهمان نوازیم، ما مهمان را دوست می‌داریم، لیکن در حضور خود ما زن ما حق ندارد که رفیق مرا مهمانداری کند. این ممکن نیست که زن ما برآمده با رفیق من سلام علیک کند. برای این مسئله را هم شما دادر عزیز جدی بینید. همون زنها را هم فهماندن در کار. همون جای سستی و جای بیم که همون سادگی هایی که هست، همون جا را نقطه گذاشتن در کار است. لیکن این آدم برادر عزیز شما محاکمه کنید. پیش از همین رمضان مردم را جمع کنید، وکیل بیارید، داملا را بیارید. برای چی این آدم در این کار چنگ میزند؟ فرزنداش را بیارید. خب تو که فهمد که مثال این مردم خواب نیستند، این مردم از اون نمیترسند، برای او درس شود. حیفی همون نماز و حیفی همون جمعه. اون نماز هم کنیست، اون جمعه هم نیست. او شخصی که زنا کرد و او شخصی بیراهگردی کرد و اکنون نماز خوان فکر کرد که نمازش نماز است، نمازش کلا نماز نیست برادر. او هیچی اون نماز هم ندارد، او عبادت هم ندارد، او دروغ، او مسخره کردن است، او فریب دادن است. یک برادر با یک برادر دیگر خانه کردیستند. یک برادر برای یک برادرش خانه ساختیسته است. بی پول در حق همو گفتن دعا کنید. استا انور وکیل چرمگرای پایان خب در حق پدر و مادر دعا طلب کردند. در حق محمد جان و نوروز جان دعا طلب کردند. در حق الهام جان دعا طلب کردند. از ناحیه مومن آباد حاجی میرزا از حساب باغش 200 سامانی این مرد گذشته است، فرزندانش خیریه کرده. در حق الهام جان دعا کنید. در حق شخصانی که در صندوق خیریه خیر کردن دعا کنید. خداوند خیر احسان ها را قبول و امید و آرزوهاشون خدای مهربان حاصل گرداند و این ماه مبارک خداوند برای همه ما و شما مبارک گرداند و روزه گرفتن این ماه را خدا به همه ما و شما موفق گرداند و تا آخر این ماه خدای مهربان همه درد و غم و مشکلات از بالای سر ما و شما دور بگرداند. برادرای مهمانی که در این مسجد هستند خدا در قدماشان حسنات برساند، صحت و سلامت آمدن، خداوند صحت و سلامت به خاندانشان رساند. آمین یا